بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواستم نرم افزار قدیمیال رو برای شما معرفی کنم و این هم لینک دانلود نرم افزار قدیمیال بعد آپدیتی که چند روز پیش انجام شد و این که شما برای بهتر استفاده کردن از نرم افزار قدیمیال در این بخش میتونید خودتون رو ثبت نام کنید و حالا من ثبت نام کردم. شما با وارد کردن شماره موبایل خود و برای شما کد 5 رقمی ارسال میشه. بعد وارد کردن کد 5 رقمی متن سوال رو میتونید اینجا بنویسید، حالا چه سوال عمومی باشه و چه سوال خصوصی از اینجا ارسال میکنید. انشالله جواب سوال برای شما ارسال میشه و از قسمت پرسش و پاسخ میتونید جواب سوالات رو مشاهده کنید و همینطور جواب سوالات اشخاص دیگه‌ای که پرسیدن رو میتونید از همینجا مشاهده کنید و شما از همین بخش میتونید سوالات من رو داشته باشید، یعنی سوالاتی که من پرسیدم. حالا سوالات به دو بخش تقسیم میشه: سوالاتی که پاسخ داده شده و سوالاتی که در انتظار پاسخش هستن. و شما در این بخش تفکیک و گروه های سوالات رو دارید. وقتی که روش کلیک کنید سوالات رو باب و جدا جدا هر کدوم رو در بخش و باب خودش میتونید داشته باشید و شما از همینجا میتونید به بخش های دیگه نرم افزار میتونید دسترسی پیدا کنید. مثلا از همینجا از قسمت پرسش و پاسخ میتونید به قسمت قرآن کریم برید و همینطور به بخش های دیگه مثل احادیث، کتابخانه، پرسش و پاسخ، صوتی، تصویری، معرفی قدیمیال به دوستان، ثبت انتقاد و پیشنهاد. میتونید از همینجا انتقاد و پیشنهادی داشته باشید بنویسید و بروز ثانی نرم افزار که نرم افزار من بروز هستش و همینطور درباره ما میتونید درباره ما تحقیق کنید در اینجا، درباره اساتید و همینطور عضویت و حساب کاربری خودتون رو میتونید مشاهده کنید و شما در این بخش قرآن کریم رو دارید. وقتی که روش کلیک کنید قرآن کریم به تفکیک سوره، به تفکیک جزء و حزب و صفحه رو داره همینطور که مشاهده میکنید و ختم قرآن کریم به صورت تلاوت صفحه به صفحه. و حالا ختم قرآن کریم اینجا دو بخش: صفحاتی که تلاوت نشده، مثلا من از صفحه 1 تا به بعد تلاوت نکردم، و صفحات تلاوت شده که من ندارم و شما در اینجا بخشی رو میبینید. وقتی که روش کلیک کنید شما از اول میاد، همینطوری که میبینید نوشته آیا همه صفحات تلاوت شده به صفحات تلاوت نشده تغییر وضعیت داده شود. حالا من میگم بله که دوباره مرتب میشه